در ناحیه فرخور از جانب متخصصان ساحه تندرستی در بین اهالی اوید به پیشگیری بیماری‌های سیرویتی و ریویه گیگینه شخصی کارهای فهماندهی به راه مانده شده است. در ناحیه شهری توس نیز تدبیرهای بهداشتی پیوسته گذرانیده می شود. در جریان این تدبیر به ساکنان توصیه داده می شود که در برابر رعایت قاعده‌های مهم بهداشتی به وضع سلامتی خود و اطرافیان نیز اهمیت جدی ظاهر نمایند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در ناحیه فرخور با مقصد حفظ سالمی جامعه و پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی از جانب ساختار کمک اولیه طبی و سانیتری و مرکز تشکل طرز حیات سالم در میان اهالی جهت تامین قاعده‌های بهداشتی و رعایت گیگین شخصی کارهای فرماندهی برآمده شده است. با اهالی توصیه می‌دهیم که برای پیشگیری بیماری‌های سیرویتی گیگین شخصی را قطعاً رعایت کنند. شستن دست‌ها را در یک روز یک چند مرتبه فراموش نکنند با صابون. تازه نگاه داشتن رخت خانه، عوض کردن هوای خانه، با لطه نمناک پاک کردن میز و کرسی های خانه، در وقت عوض کردن هوای خانه از حضور اسپند استفاده برند. متخصصان ساحه از جمله کارمندان مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی و مرکز تشکل طرز حیات سالم ناحیه در دایره این تدبیر در برابر رعایت قطعی قاعده‌های گیگین شخصی، تازه نگاه داشتن محیط زیست و استفاده غذای سالم همچنین به ساکنان توصیه می‌دهند که به ورزش شغل ورزیده برای بلند برداشتن مسئولیت باشد، بیشتر از قاعده‌های طرز حیات سالم کار گرفته در استعمال مواد غذایی نیز به اشتباه راه ندهند. وقتی که خوراک رو برای خوردن ما تیار میکنیم نه کم از یک ساعت باید او رو نگاه داریم و معیار مقدار آن رو موافق اهل عائله باید تیار کنیم. زیادتی آن ما آن رو باید استفاده نبریم چون که صفتش دیگر می شود به ارگانیسم ضرر دارد. با مقصد حفظ صحتی عامه و دسترسی به خدمترسانی طبی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخور در سالهای صاحب استقلالی در همه دهات ناحیه بنای نو بنگاه و مرکزهای سلامتی بنیاد گردیده با تجهیزات لازمه جهازانیده شده است. در این دوره درمانگاه مرکزی ناحیه و ساختارهای آن از جمله یاری تحجیلی، مرکز تشکل طرز حیات سالم، مرکز سالمی رپرودوکتیوی و آزمایشگاه درمانگاه با موثرترین تجهیزات تامین گردیده است. در زمینه این توجه و تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان سال سال شرایط خدمترسانی طبی بهتر می‌گردد. به اندیشه متخصصان ساحه پیشگیری بیماری از طبابت آسان‌تر است. برای این ساکنان باید نسبت به سلامتی خود و اطرافیان نیز دقت جدی ظاهر نمایند. امروزها در ناحیه در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی از طرف مؤسسه نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی و بخش حفظ محیط زیست برای تامین امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی اهالی و توزیع آزاده نگاه داشتن محیط زیست تدبیرهای لازمه راهاندازی کرده شده است. اگر این اقدام یعنی قاعده‌های بهداشتی و گیگین شخصی از جانب اهالی پورا رعایت کرده شود، خوف همه گونه بیماری‌های سیرویتی پیشگیری خواهد شد. در ناحیه شهری توس تدبیرهای پیشگیری از خروج هر گونه بیماری‌های سیرویتی باز هم وسعت یافته راجع به این مسئله داغیروز و انجام کارهای فهماندهی در همه تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه و به واسطه فروشندگان مرکزهای سودا عادی‌ترین عمل‌های گرفتار نشدن به چنین بیماری‌های گذرنده راه‌اندازی کرده می‌شود. از جانب مرکزی دزینفکسیای پروفیلاکتیکی ناحیه در یک جایگی با مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی و مرکز تروپیکی ناحیه در دهات‌ها نیز در خانه‌های استقامتی شهروندان نیز کارهای بی‌ضررگردانی گزارانده شده ایستاده است. کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه شهری توس در یک جایگی با راهبران تشکیلات و اداره‌های ناحیوی در کوچه و راهروهای ناحیه، مؤسسه‌های تندرستی و بخش معارف بهر پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی تدبیرها اندیشیدند. در هر یک مؤسسه تعلیمی و کودکستان‌ها چنین عمل‌های بی‌ضررگردانی را عملی کردند. متخصصان مرکز تشکل طرز حیات سالم در یک جایگی با ساختار مؤسسه‌های تندرستی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کالج طبی، لیسه تکنیکی، جماعت‌ها، بازارها، نقطه‌های خوراکی عمومی، سودا، اداره و تشکیلات‌ها با لکسیه و واخوری براه مانده شده. موادهای اطلاعاتی از جمله بوکلت‌ها، ورقه‌ها و ورقه‌های خاطره‌ای تقسیم و پهن نمودند. در این مدت زیاده از 4,500 موادهای اطلاعاتی تقسیم کرده شد. ستاد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهری توس تأسیس داده شده است. اینچنین در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کودکستان‌های ناحیه شهری توس بی‌ضررگردانی گذرانده شده ایستاده‌اند. واقعا هم عامل اساسی از چنین بیماری‌های سیرویتی این رعایت کردن طلبات گیگین شخصی در منزل زیست، جای کار، کوچه و خیابان‌ها و مرکزهای تجارت دانسته می‌شود.
طور اشاره گردید جلوگیری از روند سرایت‌یابی مردم این پیش از همه رعایت توصیه‌های متخصصان طب دانسته می شود. از این رو کل ساکنان را ضرور است که در این مورد جدی مناسبت کنند و پیش از همه باید به تهلکه نیفتند. یکی از عامل‌های پیشگیری بیماری‌های سرایتی به خصوص کرونا ویروس استفاده نقاب‌های طبی می باشد. به این خاطر کارگاه دوزندگی زیبا در ناحیه شهر توس طبق فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که چنین نقاب آماده سازد. در یک روز کارخانه ما تا 4000-5000 عدد نقاب‌های برای پیشگیری بیماری‌های سرایتی با دوخت مشغول است. تمام ناحیه شهر توس را، ناحیه قبادیان و ناحیه نصری خسرو را نیز تامین کرده ایستادیم و فرمایش‌ها از ناحیه شهر باختر و از شهر دوشنبه هم ما به آماده ایستاده است. ما در وقتش دختر رسانده ایستادیم. متخصصان طب توصیه می دهند که پیشگیری بهترین تدبیر است. از این رو هر نفر را لازم می آید که پیش از همه نسبت رعایت گیگین شخصی اهمیت جدی دهند و عاید به سالمی خود و اطرافیان احتیاطکار باشند.